با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان پیج صافکاری نقاشی پنج طلا. پذیرش خودروی پرشیا رو داریم که از ناحیه گلگیر سمت شاگرد، سینیفن، دیواره شاسی و خود شاسی ضربه نسبتا شدیدی خورده. تمام لوازم‌های جلوی این ماشین کلا خورد شده. درز گلگیرمون بادر، یعنی سر ماشین چرخیده، درز گلگیر و درمون باز شده. ضربه دیگه ای که به این ماشین خورده از سمت بوکسل بند به هلالی زیر قوطی شاسی و قوطی زیر رادیات این ضربه خورده که اینجا این هلالی از اینجا تاب گرفته یا به قول مثال شکم داده. این یه قسمتمون. تو مباحث بحث پرشیا، خودروی ایران خودرو بوکسل بند به قوطی زیر رادیات وصله. وقتی که یه ضربه خیلی ریز یا خیلی آروم، مثلا نیاز به ضربه شدید نیست، وقتی که میخوره فشار رو به قوطی زیر رادیات میاره و اون هلالی یا اون پشت قوطی شاسی که به قوطی بالا وصله کلن شکم میده یا تاپ میگیره. ما قراره کار شاسی کشیش رو انجام بدیم. سرسره‌ایش رو که از اینجا خورده صاف کنیم. گلگیرش رو قراره پیدیار کنیم که حتی گلگیرش هم از این زیر کلن پاره شده. عرض کنم خدمتتون به گفته خود مالک ما میخوایم سینیفن رو براشون عوض کنیم، کلن چراغا رو عوض کنیم، سپر رو عوض کنیم. درز گلگیر با کاپوت، از این طرف گلگیر با کاپوت، اونا کاپوتمون بالاست، کلا به هم ریخته، اونا رو همشون براش ریگلاژ کنیم. یه کار حرفه‌ای و تمیزم براشون انجام بدیم. این هلالی سرشاسیمونم از اینجا که بیان بهش میگن هلالی سر شاسی، کلا ضربه خورده، مچاله شده که اینا رو هم براشون قشنگ بیاریم جا خودشون، به شرط کارشناسی متوجه نشه. ممنون میشم که همراهیمون کنید. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. مرسی و سپاسگزارم.